تا این تمرین رو انجام ندادی لطفاً نخون. فواید این تمرین هم توی بحث خوانندگی هستش، هم توی بحث گویندگی و هم توی صحبت روزمره. امروز قرار اساسی ترین و بیسیک ترین تمرین رو توی خوانندگی و کلا صحبت و زندگی روزمره خدمتتون توضیح بدم. تمرین تنفسی. تمرین تنفسی مثل بیس، مثل پیه ساختمونه که شما اگر اون رو درست نچینید، هر ساختمونی، هر چیزی که روش بسازید خراب میشه. و اگر که درست بسازید، هر ساختمونی، چه ساختمون اداری باشه، چه تجاری باشه، چه مسکونی باشه، به هر تعداد واحدی، هر تعداد طبقه‌ای که بخواید میتونید روش بسازید. موقع صحبت عادی و روزمره صداتون میگیره، دچار گلو درد میشین موقع صحبت کردن. اگر که اوج میخونید و با فشار میخونید، نخونید تا این تمرین انجام بدید. هدف این تمرین کاهش فشار روی حنجره، افزایش مدت زمان خوندن شما با یک نفس و از بین بردن شکست صدا و همچنین تحریرهای راحت‌تر و با فشار کمتر، مخصوصا توی اوج هستش. روش کار به چه شکله؟ شما به یه نی نیاز دارید و یه شال رو به همون شکلی که من بستم محکم دور قفسه سینه‌تون می‌بندید و دم و بازدم رو با نی انجام میدید. حالا تنفس درست برای خوانندگی و گویندگی و صحبت به چه شکله؟ ببینید، اگر که به 3 بخش تقسیم کنیم بالا تنه رو، قسمت دنده ها، قسمت زیر جناح یا زیر دنده ها و قسمت دور ناف. ببینید، قسمت دور ناف به هیچ عنوان نباید صفر بشه. همین رو فقط شما در نظر داشته باشید. کلا این قسمت عضلات دور ناف کلا از رده خارج کنید. چه موقع صحبت، چه موقع خوانندگی و چه موقع گویندگی. ما با این 2 بخش میانی و بالایی کار داریم. قسمت دنده ها و قسمت زیر دنده ها. ببینید، شما وقتی دارید دم میگیرید با نی، فقط هوا از لوله باید وارد بشه، نه از بینیتون و نه از اطراف نی. و شما باید با انگشتتون جلوی نی رو بگیرید تا هوا به سختی بیاد داخل. شرطش اینه. ببینید، شونه ها بالا نیاد. ببینید، یه مکشی توی شکم ایجاد میشه. این حالت رو میخوام با باز کردن دندان موقع دم ایجادش کنیم. یعنی شما وقتی که دارید دم میگیرید، این دنده ها که باز میشه و این شال تحت فشار قرار میگیره، این مکشه شکم رو میبره داخل. دستتون رو شکمتون باشه. قبل از اینکه هر بار بخواید تمرین رو انجام بدید، 2 تا نفس عمیق بکشین که احساس تنگی نفس موقع انجام تمرین نداشته باشید. حالا میخوام دم و بازدم رو با هم انجام بدم و شرایط تمرین رو خدمتتون توضیح بدم. الان دم گرفتم. حالا میریم سراغ بازدم. شرط انجام بازدم چیه؟ مواردی که باید رعایت کنید موقع بازدم رو خدمتتون توضیح بدم. اولین و مهمترینش این هستش که شکم به هیچ عنوان نباید صفر بشه. مخصوصا قسمت دور ناف به هیچ عنوان این قسمت موقع بازدم نباید صفر بشه. دومین معیاری که باید رعایت بشه این هستش که لب‌ها باید باد باشه. ببینید، موقع بازدم وقتی لب باد میشه یعنی ساپورت تنفسی مناسبی دارید. و مورد دیگه ای که موقع بازدم باید رعایت کنید این هستش که این شال دور قفس سینه نباید شل بشه، یعنی دنده ها نباید روی هم بخوابن موقع بازدم. حتی ببینید، دم باز میشه، صفر شده. این مکه شد. اینجا هم که کاملا شله. کجا باید درگیر باشه که ما اصلا دم و بازدم باش انجام بدیم؟ قسمت میانی هستش. قسمت عضلات دور ناف که کلا از رده خارج شدن، کار باش نداریم. قسمت دنده ها موقع دم باد میشه و موقع بازدم هم باید باد بمونه. این نباید روی هم بخوابه که ما انشالله بستیم که معیاری باشه برای اینکه قفسه سینه نخوابه. و قسمت میانی، این عضلات زیر جناقمون، قسمت زیر دنده ها، این قسمت موقع بازدم میره داخل به همین راحتی. ببینید، این ثابت کلا از رده خارج شد، سفته. 2 تا نفس هم بگیریم، دم و بازدم از طریق نی. حالا بازدم، لب باد، جلوی نی گرفته است، هوا به سختی بیاد بیرون و شما باید این تایم رو به 30 الی 40 ثانیه بتونید برسونید.